بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در این روزهای پربرکت رمضان در برنامه بدانای خواهرم امروز به یک موضوع خاص خواهیم پرداخت. موضوعی که پس از یک ماه روزه‌داری و عبادت در پایان ماه رمضان برای مسلمانان جشن و شادمانی به ارمغان می آورد. قصد داریم امروز راجع بر عید فطر صحبت کنیم. در این برنامه می خواهیم به اهمیت عید فطر، آداب آن و ارتباط با شکرگزاری از خداوند متعال و تطهیر روح و جسم پرداخته و همچنین آیات و احادیث را در این زمینه بررسی کنیم. عید فطر پس از یک ماه روزه‌داری در ماه رمضان به عنوان یک جشن بزرگ برای مسلمانان به شمار می آید. این روز نه تنها یک روز شادمانی است، بلکه فرصتی است برای شکرگزاری از خداوند به خاطر نعمت‌هایی که در طول رمضان به ما داده است. در قرآن کریم آمده است: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. و این روزها را کامل کنید و خدا را به خاطر هدایتش بزرگ بدارید و باشد که شکرگزار باشید. سوره بقره آیت 185 یا به وضوح بیان میکنه که هدف از روزه‌داری و عبادت ماه رمضان شکرگزاری و بزرگ داشته از خداوند متعال است. پس باید بدانیم که کدام آداب در این روز بر ما است. عید فطر با نماز خاص خود آغاز می شود. مسلمانان در این روز پس از پرداخت زکات فطره در مساجد یا مکانهای باز جمع می شوند و نماز عید فطر را به جماعت می خوانند. این نماز یک عبادت بسیار پرفضیلت است که در آن مسلمانان به خداوند شکر می گویند و درخواست رحمت و مغفرت می کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید هر کسی که در روز عید فطر نماز بگذارد گناهانش مانند روزی که از مادر متولد شده است پاک می شود. این حدیث بر فضیلت و اهمیت نماز عید تاکید دارد و نشان می دهد که این نماز می تواند به پاکسازی روح انسان کمک کند. ارتباط عید فطر با تطهیر روح و جسم چگونه است باید بدانیم. عید فطر فرصتی است برای تطهیر روح و جسم انسان پس از یک ماه روزه‌داری. در ماه رمضان نه تنها یک عبادت جسمانی است، بلکه فرصتی است برای بازسازی روح و تقویت رابطه با خداوند متعال. پس روز عید فطر روزی است که خداوند در آن برای بندگان خود پاداش و نعمتها را می بخشد. در واقع عید فطر به عنوان روز پاداش برای روزه‌داران محسوب می شود و فرصتی است برای انسان که در نهایت پاکیزگی به پیشگاه خداوند بیاید و از لطف و رحمت او بهره‌مند شوند. عید فطر تنها یک جشن نیست، بلکه یک یادآوری است که باید همواره از نعمتهای خداوند شکرگزار باشیم و در ایمان خود پایدار بمانیم. در این روز مسلمانان باید در کنار شادیهای خود به یاد نیازمندان باشند و زکات فطره را به مستحقین بدهند تا دلها و روحها از هر گونه ناخالصی پاک شود. در قرآن کریم آمده است: انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. مؤمنان کسانی هستند هنگامی که به آیات خداوند یاد آوری می شود به سجده می افتند و با سپاس از پروردگارشان تسبیح می گویند. سوره سجده آیت 15. این آیه بیانگر اهمیت تسلیم و شکرگزاری در برابر خداوند است که باید در تمام لحظات زندگی به آن پایبند باشیم. پس بدان ای خواهرم، عید فطر به عنوان پایان رمضان فرصتی است برای نزدیکی بیشتر با خداوند، تطهیر روح و جسم و شکرگزاری از نعمات او. بیایید در این روز مبارک از خداوند بخواهیم که اعمال و عبادات ماه رمضان ما را قبول کرده و در آینده نیز بتوانیم در مسیر بندگی و ایمان ثابت قدم باشیم و ایام عید فطر بر شما مبارک باد.